این ایرانیه چی کار میکنه؟ اینا نفتشون از من کمتره، بدبخته باید کار کنه. چه کار کردی ایرانی؟ سلام همسایه، نیروگاه هسته‌ای ساختم. با هسته خورما کار میکنه؟ نه، با هسته اتم. بله؟ یعنی میخوایم بمب اتم بسازین؟ نه بابا، بمب اتم چیه؟ حالا بعدا خودت میفهمی. تو هم مریض شده؟ نعم، هرچی نفت به خودم تزریق کردم خوب نشدم. من حتی هسته خورما هم به خودم زدم فرق نکرد. نمیدونم این ایرانیه چی کار میکنه که با هستهش مریضا خوب میشن. فکر کنم با هسته خورما نمیشه، باید از این هسته بزرگه باشه. احسنتون ماهی، خیلی خوب بردار بریم. ایران با پذیرش سالانه حدود 1,200,000 توریست سلامت بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از این طریق کسب می کند که بخش بزرگی از آن مربوط به پزشکی هسته‌ای است.